خدایارزاده وزیر نقلیات تاجیکستان از کار شرکت ایرس انتقاد کرده گفته است این شرکت در پیشنهاد حسابات به مقامات به خودسری رخ می‌دهد. شرکت ایرس تا حال به این انتقاد واکنش نکرده است. وزیر نقلیات در جلسه جمع‌بستی وزارت گفته است از بی‌مسئولیتی کارمندان ایرس در راه دوشنبه چنوق تنبشوی ماشین‌ها به وجود می‌آید و ماشین‌ها تا 2-3 ساعت در نوبت می‌ایستند. این از کمترین انتقاد مقامات از کار شرکت ایرس میباشد که یگانه راه به شمال کشور را در اختیار دارد. مسئولین شرکت ایرس تا حال در این باره واکنش نکردند، اما هفته‌نامه رسمی وزارت نقلیات می‌نویسد نصرت الله احسانجانوف نماینده این شرکت در جلسه جمع‌بستی وزارت گفته است آمادگی به زمستان در این شرکت قریب پورا اجرا شده، عاید به ایرادها و جهت حل نقصان‌ها چاره‌جویی می‌کنند. انتقاد دیگری وزیر نقلیات این بوده است که در راه زیر نظر شرکت ایرس ماشین‌های بارکش انگشت و خاک به بالا پوش می‌گردند و این باعث غلیظ شوی هوا و افلاس گردیدن درون نقل می‌گردد. خدمات را سفارش می‌دهم که عاید به این مسئله سنجش گذراند. نمایندگانشان میگویند که کارمندان ایرس آنها را نمی‌مانند کار کنند. مگر این راه تاجیکستان نیست؟ آخر جوابگوی همه راه‌های کشور وزارت نقلیات است. کم و کاست راه‌ها را از ما می‌پرسند، گفته است وزیر نقلیات تاجیکستان. شرکت آفشوری ایرس بر اساس یک سازشنامه از سال 2009 با حکومت تاجیکستان مسئولیت نگهبانی راه دوشنبه چنوق را به عهده دارد. این شرکت برای این کار از رانندگان مبلغ می‌گیرد.